سلام دوستان و همراهان عزیز، رسیدیم به درس هفتم از کتاب جذاب لیتس گو 1 و امیدوارم که دروس قبلی رو به خوبی مرور کرده باشید و از بر باشید که بریم توی این درس. قراره در مورد غذاها و حالات تشنگی، گرسنگی و یه گرامر خیلی عالی رو یاد بگیریم که کم کم داریم مکالماتمون رو سنگین‌تر می‌کنیم و نکات جذابتری رو داریم یاد میگیریم. بریم که درس رو شروع بکنیم. یونیت 7، درس 7. بزرگ کنم. فود. فود یعنی غذا. فود یعنی غذا یا خوردنی. پایین نوشته I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry یعنی من گرسنه‌ام. I want an apple. I want an apple. I want an apple. من میخوام. want یعنی خواستن. I want یعنی من میخوام. I want an apple. من میخوام یک سیب. اینم گفته I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty. Thirsty. Thirsty یعنی تشنه یا تشنگی. I'm thirsty یعنی من تشنه‌ام. I want juice. I want juice. Juice یعنی نوشیدنی. I want juice. من یه نوشیدنی میخوام. پس شد I'm hungry. I want an apple. من گشنمه. یه سیب میخوام. I'm thirsty. I want juice. من تشنمه. یه نوشیدنی میخوام. پایین گفته Here you are. Here you are. Here you are. این یه اصطلاح توی زبان. ببینید Here you are یعنی بفرمایید. Here you are یعنی بفرمایید. Here you are. Thank you. متشکرم. You're welcome. خب میریم صفحه بعد. بالای صفحه گفته I want an apple. I want an apple. من میخوام یک سیب. پایین تر نوشته Where are the apples? Where are the apples? کجا هستند سیب ها؟ Where یعنی کجا. are یعنی هستند. Where are the apple? کجا هستند سیب ها؟ حالا میتونیم بخوایم ازت سوال بکنیم بگیم کجا هستید شما میشه Where are you? کجایی؟ Where are you? کجا هستید شما؟ Where are یعنی کجا هستید. حالا بستگی داره به کلمه آخرش. مثلا اگر بگیم Where are they میشه کجا هستند آنها. Where are they کجا هستند آنها. Where are you کجا هستید شما. I'm hungry. I want an apple. میریم صفحه بعد. موز میشه banana. banana. A banana یعنی یک موز. banana. soda. soda. soda یعنی نوشیدنی گازدار یا همون سودا. روش هم نوشته سودا. میک شیک. میک شیک. میک شیک یک نوشیدنی توتی از شیر و بستنی و تقریبا میشه گفت آب بیوشن. میک شیک. من که تا حالا نخوردم. کوکی. کوکی یا همون کلوچه. ساندویچ همون ساندویچ خودمونه. سالادن همون سالاده. انگ یک تخم. یک تخم. ان اورنج. ان اورنج یعنی یک پرتقال. ان اورنج یعنی یک پرتقال. اورنج هم به رنگ نارنجی میگن هم پرتقال. ان اورنج چون پرتقال هم خودش نارنجیه.
میایم پایین. گفته what do you want. what do you want. do یعنی آیا. what do you want یعنی چه چیزی آیا شما میخواهید. what do you want یعنی چی میخوای. what do you want یعنی چی میخوای. I want a banana. I want a banana. من میخوام یک موز. I want an orange. من یک پرتقال میخوام. I want an orange. من یک پرتقال میخوام. توی صفحه بعد چیز خاصی نداریم. وسط صفحه نوشته What do you want؟ چی میخوای؟ What do you want؟ چی میخوای؟ ببینید What do you want؟ چی میخوای؟ I want a sandwich and a soda. I want a sandwich and a soda. من یه ساندویچ میخوام و یک سودا یا یک نوشیدنی گازدار. میریم توی صفحه بعد. chicken 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 یعنی جوجه. chicken یعنی جوجه یا مرغ. chicken چیک 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 دیگه یادت هم نمیره. chicken یعنی جوجه. fish fish یعنی ماهی. fish یعنی ماهی. پیزا پیزا پیتزا. bread bread یعنی نان. rice rice یعنی برنج. milk milk یعنی شیر. milk. cake همون کیکه. ice cream ice cream ice cream یعنی بستنی. ice cream یعنی بستنی. روی همه بستنی ها هم نوشته ice cream یعنی بستنی. پایین گفته I want chicken. I want chicken. من جوجه میخوام یا من مرغ میخورم. I want chicken. من جوجه میخوام. I don't want fish. I don't want fish. یعنی من نمیخوام ماهی. من ماهی نمیخوام. I want chicken. I don't want fish. من جوجه میخوام. من ماهی نمیخوام. I don't want یعنی نمیخوام. don't want don't منفیش میکنه. I want fish یعنی من ماهی میخوام. I don't want fish یعنی من ماهی نمیخوام. اینم گفته I want fish. من ماهی میخوام. I want fish. من ماهی میخوام. I don't want chicken. من مرغ یا جوجه نمیخوام. I don't want chicken. من مرغ یا جوجه نمیخوام. یا مثلا میگیم I don't want rice. من برنج نمیخوام. I want cake. من کیک میخوام. پایین صفحه ببینید سمت راست نوشته do not که کوتاه شدهش و مخففش میشه don't یعنی انجام ندادن. منفی کردن یک عبارت. مثلا خواستن میشه want. نخواستن میشه don't want. توی صفحه بعد بالای صفحه نوشته do you want. do you want آیا شما میخواهید. do you want do یعنی آیا دیگه. اینجا میشه آیا. صفحه قبل هم میشد آیا. حالا گرامر این درس رو کامل در مورد do متوجه خواهید شد. do you want آیا شما میخواید. do you want pizza میتونیم این عکس ها رو اضافه کنیم جلوی این عبارت. do you want pizza. do you want fish. do you want milkshake. do you want rice. اینجا میتونیم بنویسیم yes I do یا no I don't. یکی از اینا رو باید بنویسیم. yes I do پاسخ به این جمله است. گفته do you want pizza. yes I do. yes
I do با do جواب میدیم. Yes I do. پس هرگاه یک جمله سوالی با do شروع شد Do you want؟ اگر جوابمون بله است میگیم Yes I do. اگر جوابمون نه هستش میگیم No I don't. No I don't. یعنی جمله رو تایید نمی کنیم، نمیخوایم. پایین صفحه نوشته Wash my hands. Wash my hands. دستامو میشورم. Wash my hands. شستن دستهایم. Wash my hands. Eat pizza. خوردن پیتزا. Eat pizza. Eat یعنی خوردن. Eat pizza. Drink milk. Drink milk. Drink milk. نوشیدن شیر. Drink milk. Brush my teeth. Brush my teeth. مسواک میزنم. Brush my teeth. مسواک میزنم. Brush my teeth. توی صفحه بعد نوشته octopus. dot یعنی نقطه. pot یعنی قابلمه. top یعنی فرفره. خب کلمه جدید dot pot. ببینید dot همون نقطه هستش. مثلا میگن google.com. dot یعنی نقطه. pot یعنی قابلمه. top یعنی فرفره. پس حواستون باشه دات و پات و تاپ رو اشتباه نگیرید. پایین مجددا نوشته octopus on top یعنی 8 پا روی یا بالای on top of the pot. of the pot میگه 8 پا بالای یا روی قابلمه. روی در قابلمه یا روی قسمت بالای قابلمه. پس میشه octopus on top یعنی 8 پا روی بالای یا قسمت بالایی of the pot از قابلمه. توی صفحه بعد on the beach. on the beach یعنی در ساحل. on the beach یعنی در ساحل یا روی شنای ساحل، روی ماسه‌های ساحل. on the beach. beach یعنی ساحل. on the beach یعنی در ساحل. تصویر شماره 1 گفته where is the pot. where is the pot. قابلمه کجاست. where is the pot. کجا هست قابلمه. I want the pot. I want the pot. من قابلمه میخوام. Where is the pot? I want the pot. قابلمه کجاست؟ من قابلمه میخوام. تصویر شماره بعد شماره 2 گفته Where is the top? I want the top. فرفره کجاست؟ من فرفره میخوام. Where is the top? I want the top. تصویر شماره 3 گفته What is it? It's a dot. اون چیه؟ It's a dot. اون یک نقطه است. Look at the dots. Look at the dots. Look at the dots. یعنی نقطه ها رو ببین یا نگاه کن به. Look at یعنی نگاه کردن به. Look at یعنی نگاه کن به the dots. نقطه ها. dot یعنی نقطه. dots یعنی نقطه ها. کتاب تمرین رو هم بگیم و بعد گرامر رو بهتون بگم. خب توی این صفحه قراره که این دوتا عبارت بالایی رو توی اینا جا بدید. اینجا گفته I'm hungry طبق مکالمه صفحه اولتون اینجا رو باید پر بکنید. اینجا تکمیل کردن جدوله. مثلا بالا شده ساندویچ، رو به پایین میشه سودا، این طرف میشه اورنج،
اینجا میشه banana، اینجا میشه salad. I'm thirsty. I want a. من تشنمه. I want a. من چی میخوام؟ من میخوام یک. حالا یکی از اینا رو میتونید انتخاب بکنید. سوالات پایینم اونی که درسته رو دورش خط میکشید. اینجا گفته What do you want؟ چی میخوای؟ A robot. A robot. این ربات هست. What do you want؟ گفته موز. موز اینجا چی میشه؟ باید دورش خط بکشید. What do you want؟ چی میخوای؟ اینجا صداست. دور کدومش باید خط بکشیم؟ What do you want؟ چی میخوای؟ این پاک کنه. باید دور کدومش خط بکشیم؟ توی صفحه بعدم سوالیه. What do you want؟ What do you want؟ What do you want؟ What do you want؟ شما باید هر 4 تا رو بنویسید. What do you want؟ یعنی چی میخوای؟ و با توجه به پاسخی که زیرش گفته دور تصویره رو خط بکشید یا علامت بزنید. اینجا گفته اینا رو باید اونی که صحیح هست رو پیدا بکنید. پایین صفحه 59 ببینید نوشته قسمت دی نوشته What do you want؟ چی میخوای؟ گفته I want a banana. من یک موز میخوام. And an orange. و یک پرتقال. I want a banana and an orange. I want a banana and orange. من یک موز میخوام و یک پرتقال. موز و پرتقال میشه این. I want a sandwich and a salad. ساندویچ و سالاد. I want an orange and a banana. موز و پرتقال میخوام. I want a milkshake and a cookie. من یک میلکشیک میخوام و یک کوکی. میریم صفحه بعد. خب کلمات به هم ریخته رو اینجا باید کامل کنید و بنویسید و ورسیر کنید. اینجا گفته I want cake. I want cake. خب اینجا چی میخواد؟ ماهی. I want fish. I want fish. اینجا 2 تاست. خب نان و کیک. گفته I want cake. I don't want bread. من کیک میخوام. من نون نمیخوام. I don't want bread. حالا اینجا میگه من ماهی میخوام. من شیر نمیخوام. I want fish. I don't want milk. اینجا گفته من چی میخوام؟ دوباره این طرف چی نمیخوام. شما اینجا رو خودتون باید بنویسید. I want فلان. I don't want فلان. به این شکل. خب توی صفحه بعد Do you want bread؟ Do you want bread؟ آیا نون میخوای؟ Do you want bread؟ آیا نون میخوای؟ Yes I do. No I don't. گفته نه نمیخوام. Do you want pizza؟ Do you want pizza؟ آیا پیتزا میخوای؟ پاسخش Yes I do یا No I don't. اینم پاسخش No I don't. Do you want chicken؟ معلومه که خیلی خوشش اومده. Yes I do. قسمت پایینم وصل کردنه. توی صفحه بعد اینجا pot. اینجا dot شماره 3. octopus شماره 4. top. پس به ترتیب شما باید بنویسید برای اینکه دیکتاتون خوب بشه. توی صفحه 63 نوشته It's an ice cream sandwich. It's an ice cream. آن هست یک بستنی ساندویچ. I'm hungry. من گرسنمه. Look ببین. There are eggs in the pot. There are eggs in the pot. There are eggs in the pot. آنجا هستند تخم مرغ‌ها در قابلمه. There are eggs in the pot. توی صفحه آخر I don't want eggs. I don't want eggs. من تخم مرغ نمیخوام. I want cookies.
من کلوچه میخوام and ice cream and ice cream. خب برگردین اول درس 7 که 2 تا نکته گرامری خیلی مهم رو بهتون بگم. خب توی صفحه اول ببینید نوشته I'm hungry, I want an apple, I want an apple. براتون سوال پیش اومده حتما چرا ما اینجا نمیگیم a apple میگیم an apple؟ چرا نمیگیم a egg میگیم an egg؟ ببینید کجاها از A استفاده میکنیم و کجاها از an. کاربرد A و an الان بهتون میگم. ببینید هرگاه حروف صدادار ما بهشون برسیم از چی استفاده میکنیم؟ از an و بقیه از A استفاده میکنیم. حالا حروف صدادار کدوم حروف ها هستن؟ ببینید A, I, E, U و O. اینا حروف صدادار توی الفبای زبان انگلیسی هستن. هرگاه ما به حروف صدادار بنویسیم ببینید اینجا نوشته apple، پس A جزو حروف صدادار است. پس ما نمیتونیم بگیم a apple، باید بگیم an apple. میریم توی صفحه بعد. ببینید اینجا نوشته an egg. نمیتونیم بگیم a egg. چرا؟ چون به حروف صدادار رسیدیم. ببینید E جزو حروف صدادار هست. an egg. یا اینجا an orange به O رسیدیم. پس اینجا ما باید بگیم an چون O جزو حروف صدادار هستش. ولی بقیه رو ببینید a cookie, a milkshake, a soda, a banana, a sandwich, a salad. هر کدوم از اینا حروف صدادار اولشون نیست، پس ما با A میتونیم بهشون پاسخ بدیم. این در مورد نکته گرامری A و an هستش. و بریم نکته بعد. توی همین صفحه نوشته What do you want؟ چه چیزی آیا شما میخواهید؟ یا به عبارتی عامیانش میشه چی میخواهید؟ What do you want؟ شما چی میخواهید؟ حالا do اینجا به چه معناست؟ ببینید What do you want؟ هرگاه do قبلش یک کلمه سوالی بیاد، یعنی با سوالی شروع بشه، مثل what، where یا who، این سه تا کلمه سوالی هرگاه قبل از دو قرار بگیرن دو میشه آیا. مثلا what do چه چیزی آیا، where do کجا آیا، who do چه کسی آیا. دو به معنای آیا میشه. هرگاه دو به تنهایی اول جمله بیاد باز هم جمله سوالی میشه. مثلا do you want a soda؟ آیا شما سودا میخواید؟ do you want a banana؟ آیا شما یک موز میخواید؟ do you want؟ do در اول جمله است. مثلا یک لیوان آب دستته، روبروی یه نفر وایسادی، دیگه نیازی نیست بگی او مثلا water، میتونی بگی do you want؟ میخوای؟ اونم میتونه پاسخ بده بگه yes I do. سوال با چی شروع شده؟ با do you want؟ آیا میخوای؟ do you want a soda؟ آیا یک سودا میخوای؟ تو باید پاسخ بدی yes I do. وقتی میگی yes I do یعنی دقیقاً اومدی گفتی I do به بعد جمله رو بهش پاسخ دادی، از دو شروع کردی بهش پاسخ دادی. یا میتونی بگی yes I want، بله من میخوام، yes I do، بله. خب حالا کجاها دو معنی آیا رو نمیده و سوالی نیست؟ ببینید توی درسای قبل ما خوندیم وقتی دو پایان جمله قرار میگیره و هیچ
کلمه سوالی قبلش قرار نداره به معنای انجام دادن هستش. مثلا What can you do? What can you do? What can you do؟ یعنی چه کاری میتونی انجام بدی. What can you do؟ چه کاری میتونید انجام بدید. یا مثلا What do you do? What do you do؟ اگر اینجا توی صفحه 61 پایین ببینید نوشته What do you want؟ اگر ما بخوایم بگیم What do you do؟ دو اول معنی آیا میده، دو آخر معنی انجام دادن. ببینید What do you do؟ چه کاری داری انجام میدی. پس دو به غیر از آیا معنی انجام دادن هم داره. What do you do؟ چه کاری داری انجام میدی. به این شکل. توی صفحه 62 نوشته I don't want fish. ما هر وقت بخوایم یک فعل رو منفی کنیم، مثلا فعل خواستن که میشه want، این فعل رو میخوایم منفی کنیم، نمیتونیم بگیم I want not، باید بگیم I don't want. پس برای منفی کردن یک فعل هم از do استفاده میکنیم. I don't want یعنی من نمیخوام. یا فعل مثلا رفتن که میشه go. I don't go من نمیرم. I don't go من نمیرم. I don't eat. eat یعنی خوردن، یه فعله. I don't eat من نمیخورم. امیدوارم تا اینجا استفاده کافی رو برده باشید. برای جلسه بعد حتما تمرین رو حل بکنید و تا جلسه بعد خدایا رو نگهدارتون.